نوبت در شما. سلام دوستای عزیز، وقتتون بخیر. خوبی جان شمجوره؟ خدا کنم جور صحت سلامت باشین دوستای عزیز. کنار خانواده عزیزای خود دیگه خیلی خوشم داد. دوستای عزیز اره نازنینای دیلم دیگه سلام بلده بخین چوم. از دل چطور هستین؟ خوبین؟ جانشم جوره و قاچم خوشه. انشالله که جور و صحتمند و خوش و تیار باشده دیگه. عزیزای دل نازنین، ما خیلی خیلی بازم خوشم دید. امشونه ویدیو نیازمو بابای مهدی جان دیگه. عزیزای دل نازنین میخواییم که شب همراه شما نازنین کلمه هست بگیم دیگه. همراه بینیدای گل خود از دل تشکر جهان سپاس بیخین چون که تایید مراغیخ را حمایت کدید. عزیزای دل نازنین دیگه ویدیو چشتم خودش خبر دارید. بابای مهدی دیروز رفته دفتر کفالت از دفتر کلی اطبای مثلا خارجی که نه دفتر کلی اطبا رفته در دل دیگه. نازنینای دل آقای خو امی که بابای مهدی گرفته صاحب کار اینا تایید کرد. چیز تایید نه، زمانت دیگه قرارداد زمانت و قرارداد اینا رو امضا کرد. امو برگر گرفت رفت است باز اونا قبول نکرد دیگه. گفتم برگشت ما تا آخر 12 رو بده قرارداد از این زمانت برای اصلا نمخوره. آره این زمانت اصلا به درد از مون نمخوره. مثلا بابای مهدی گفتد ما 100 میلیون شرکت کردم، گفته اونا لغوشته مثلا نی برگتون دیگه میچیله نی 100 میلیون که دیده میچیله نه نی قرارداد که کده میچیله برای دولت قدیم بوده. برای دولت قدیم بوده در ازامگاه دیگه. این میتردیم خود بای مهدی مندیم با خدا چیکار کنیم. الان 100 میلیون ده شاید اونا اندک پول باشه، پول کمی باشه، ولی برای از ما با خدا خیلی پول اصلا مندیم چیکار کنیم. مو دا پول که طرح که شروع شد ما گفتیم مو بگیری حداقل امی دخترون میتونم درس بخونه تحصیل کنه نه. باز اول دل به دل بوده باز که چه شد باز گفتی نه بیا پول بده به خاطر این درس بچه ها هم بچه ها تحصیل کنه که شاید خودون بیز آینده های خراب بیز که آینده نداره. مداخل این بچه ها این دخترون مو بچه های بیتونه که همین تحصیل کنه یک آرامیش داشته شیم. یک دیگه این دفعه همون پول رو دادیم که همون روز میخواستیم بریم کارت خو بگیریم که مو همونج رفته یک دن از مو گرفت بور شد. اما شاید امیل نچیله نه میچیله بد شانسی کم شانسی یا خوش شانسی نفهمش خلا. عزیزای دل ما مو همون روز رفته دو دن از پیش از مو جلوتر گرفت رفت اوی مثل خیلی شنم اون بور شد مو رفته نوبت از مو که آمد رفته گفتای تا بسته اینی قدر نه یعنی نیم ساعت فاصله داشتیم. نیم ساعت هم نم داخله مو رفتیم او بور شد او بور شد دیگه. اونو خواست دیگه یک سایت که بسته شد تا امروز نروزه بسته دیگه نه دیگه. اینا گفته برای سر شماریشون مثلا سوخته 100 میلیونشون سوخته. آره دیگه اونم خوب بود که احتمال 90% دیگه اگر دولت اقدام نکنه باید برگرد. آره دیگه قرارداد صاحب کارشون به درد نمیخوره. ما نمیفهم چهر از مو به درد نمیخوره. ها دیگه از یک مخوره از مو چهر نمیخوره. یا مو کلو بد شانسیم یا مو خوش شانسیم موش کس خبر نداره نه دیگه. اون متمنده دوستا به خدا نمیفهم چیکار کنیم درس دخترون میه مو باز کسا که اینجا صحبت نمیگه زوریا را میتر مثلا وسایل اشتجایش منده برده یا این رقم نه واقعا خیلی خود ما استرس دارم خیلی مثلا از دیگه خدای چیکار شونه مثلا این بچه های می اینجا درس چی مثلا افغانستان که درس دختر تا کلاس 6 میخوانه نه. آره تا کلاس ابتدایی بیشتر. آره دخترها بیشتر نمیل. ما خدا شکر با امید خدا شکر 1000 بار 3 تا دختر دارم وقتی تحصیل نکنه پدر از من نمیخواد دیگه مثلا که اونجا برم نه افغانستان تا ابتدایی بیشتر نمیل تا کلاس این از نخ اسکیل من تحصیل نکنه نه دیگه
دیگه عزیزای دل نازنین امروز با مهدی که رفت اونجا زنگ زد گفتینی رقم مگه با خدا نمیفهم کار کنیم دیگه عزیزای دل آقای خو اگه شما کدام معلومات داره دایا می چی رقم است قدر شما بینندای گل هم شریک کنم میره شما کلان جز به خانواده از مرشد عزیزای دل دیگه گفتم یک ویدیو بگیرم همراه شما نازنینم شریک کنم شما نظرات های نوربن خیلی از ما بگید اخوانی برار ما از این چیزا خیلی معلومات فکر بیشتر داره نداره؟ آره گفتد که سایکار مثلا یه بار زمانت این اتا گوینامه میگه آره اتا گفتد گوینامه میتونی بگوی الان که بلک گوینامه بلک بیل خواب را الان ماندیم خودمون چیکار کنیم خب و خدا ما شاید این گدای دوربین بخندم ولی خیلی شاید دل ما به خدای رقم است دیگه ما می چیز که دل می دادم دیگه گفتیم دیگه از دل نازنین گفتیم یک ویدیو بیارم قد دوستای بینندای گل شریک کنم واقعا نمیفهم کار کنیم مو نمیفهم کار کنیم دیگه نمیفهم کار کنیم الان دیگه عزیزای دل آقای خو دیگه نل با مهدی تو اگه گفتنی دره بوگی که چیز کار کنیم نکنیم استاد دیگه وقت شما میخوام افغانستان یک باری من درس از بچه ها میخوام از درس خونم نه از تحصیل خونم نه اینجا هم شرایط خیلی خراب شده دیگه والله یعنی مهره زینی میرقم فعلا اینجا خبره فعلا که میرقم به دماغ نمونم مهره زستان شهرستان مهره است دیگه والله متصدرگون مندیم نه زمانت سایکار قبول نه دیگه من چی رقمه از دیگه قبول شده فقط از مون نشده چهر مدرم باعث من سبب درمانی تا آخر برج 12 را که مثلا این برگاه سرشماره که تمدید شد تا اون زمان گفتم مثلا میتونید باشه دیگه ما که امروز دفتر از باقی رفتم از اون مرخم گفت احتمال 90% این برگاه سرشماره را رینه افغانستان آره دی ما نمیفهم چی رقم حالا چی رقم بعضی ها که مثلا اخبارش داد مثلا اینا کسته قابل چلیشه مثلا بعدش تبدیل به کار میشه اقدام میده شروع بده مثلا کارایش داره انجام میده والله بچه ما خود دمجی استان نمیفهم چی رقم تاجیل آره یعنی منده خدای از اینجی بوری از اینجی بیشیم خدای چیز کار کنیم اینا الموز پیش تا آخر مدرسه بچه ها رو بیشیم که داخل مدرسه زیاد خلاص شونه مثلا درد سر زیاد داره انتقالی یا دیگه یا اینجی انتقال نمیده یا اونجی نمیگره نه تا ما در بیشه مدرسه بچه های مخلاص شونه از وقتا اینا نمیفهم سکار مدرسه بچه های اینجی زمانتون چی قبول نه 100 میلیون که دیدیم که بلا درست چه الان او متمنده 100 میلیون برای از ما پول اندک یا ولی برای از ما خیلی دوسته کسایی که شرایط خوب است مثلا دیره شاید هم دقیقش نباشه ما برج چند میلیون کار نیم 18 میلیون 16 میلیون کار نیم که برج 16 میلیون کار نیم بور چخش پسنداز نیم چخش را خرج نیم ولی استاد از وضعیت چون فکر کردی مادر مثلا برج چند پسنداز کن تا 100 میلیون پولش تا 100 میلیون پولش نه ولی کسایی که مثلا درآمدش زیاد است 100 میلیون شاید پول در روز نیش باشه شاید 5 روز نه دسته ورچ باشه نه از مو پول چند ماه های پول 10 ماه 11 ماه مو بیله میتونیم 100 میلیون دست بیاریم نه 10 ماه 11 ماه آره مثلا خرج میره نه هر چی میگم دیگه نه مثلا خیلی مثلا اون چیز کنیم شاید آره افغانی برای مدعی چیزا خیلی زیاد معلومات داره قدر میفت که مثلا صاحب کارش ضمانت کنه اینا المضمانت که ده ولی ور قبول نداره از بچانسیز مو اینا المندین دوستا سکار کنیم دختر میکرش میکش کلاس اول یکش چهارم دیگه گفتم یک ویدیو بگیرم همراه از هم شریک کنم همراه نازنینای دل خو که الان چیکار کنیم اگه مشوره بدید آقای را لاله را شکر شما عزیزا آره دیگه دوستای عزیزا که نظرهای خود بیدید کسایی که اطلاع دارد مثلا که باید چیز کار انجام بدیم آیا رای حل داره نداره بوری چیز کار کنیم رای حل داره مثلا چیز کارا باید انجام بدید دوستای عزیز اگر معلومات دارید
لطفاً آره دیگه حتما از داغی ما خو همکاری دلالی کنید. خو کامنت بدید، نظرات های نوربند بدید. در شماره مثلا چی که شماره بابای مهدی در کل کانال در چیز شرح کنم. آره شهر کانال هست از زایدل دیگه. حتما نمی معلومات زیر بلدیز مو بدید. مو مندیس کارتنیه که می طرح که بعد است فقط امین جیه کشک تمام جای بودی که مثلا یا یک تمام جایگاه. ای خدای توبه توبه. نه یعنی مثلا یک طرح بعدی شده که فقط نمیجره چیده نه اجرام نه دمیجه شهرستان فقط. آره دمی فقط استان یزد دمی یک شهرستان. آره فقط نمیجه دیگه جای نینم و مو بچرکو غریب بوده یک گوشه گوداری منجا هستیم سرموده کار و غریبی و بیچارگیه نمیفهمین الکس کار کنیم. حالا این از پیش خدا چیز میاد هرچی قسمت آبدانش خود آخر شما میشه دیگه. بای مهدی بچارم سندشته که بس کار کنیم دیگه. از افغانستان بوده چیز بدبختی ما دی خیلی خرج کردی پاسپورت گرفتین برون برنه مدت 19 ساله که همینجیم بازم ناشکری ننیم دیگه هر جای باش سختی اخترا بدبختی اخترا مهاجری نه زخم زبانا داره آره ولی بازم در شرایطی ما کنارم دیم دقسیش نشدیم کناری مثلا نه تا همون 100 میلیونی که دیدیم هم باطیله زمانت باطیله برگاس باطیله همش باطیله همش باطیل با خدا نمیفهم کار کنی دیگه این طور کارهای از سایت لیاقی خوب گفتم یک ویدیو بگیرم همراه عزیزای شریک کنم دوستای بلما نظارت های نوربند بلدیز مو بیدیه که چیز کار کنیم نکنیم. تشکر از بیخینجم عزیزا تشکر از یکشم دیگه شب و روزشم خوش دیگه دوستای عزیز دیگه خیلی پرار فکر دیگه ویدیو طولانی شد دیگه دوستای عزیز دیگه تا ویدیو بعد خدای